سلام، من علیرضام و امروز قراره در مورد خودشیفتگی صحبت کنیم. همه ما آدمایی رو دور و بر خودمون داریم که انگار همه چیز باید حول محور خودشون بچرخه. آدمایی که فقط خودشون براشون مهمه و نیازها و احساسات دیگران براشون ارزشی نداره. اینا آدمای خودشیفتن. آدمای خودشیفته یه سری ویژگی‌ها دارن. اولین ویژگی آدمای خودشیفته نیاز به تایید و تعریف دیگرانه. اگر این آدم‌ها کاری انجام بدن و آدم‌های دور و برشون و آدم‌هایی که حتی اونها رو نمیشناسن از اونها تعریف نکنن و یا اونها رو تایید نکنن، این آدم‌ها غالباً عصبانی میشن، ناراحت میشن و از نظر روانی به هم میریزن. دومین مسئله که در برخورد با آدم‌های خودشیفته وجود داره اینه که توانایی انتقاد پذیری در اونها وجود نداره. یعنی اگر میخواید امتحان کنید که یک آدم خودشیفته است یا نه، یک بار از اون انتقاد کنید. اگر نسبت به انتقاد شما یک روی خوب داشت و پذیرفت انتقادی که شما کردید رو، میتونید بفهمید که اون آدم یک آدم خودشیفته نیست. اما اگه یه واکنش خیلی شدید داشت، مثل اینکه زندگی خودمه، به خودم مربوطه، یا این کاری که من میکنم درسته، یا این که تو میگی اصلا از کجا معلوم که درسته، این یکی از ویژگی‌های مهم آدم‌های خودشیفته است. آدم‌های خودشیفته معمولاً همه چیز باید حول محور خودشون بچرخه. یعنی اگر شما با یک آدم خودشیفته صحبت کنید، متوجه میشید که صرفاً دارید در مورد ویژگی‌های خوب اون آدم صحبت میکنید. اگر برید سراغ ویژگی‌های خوب خودتون، میبینید که اون آدم سریع بحث رو عوض میکنه. سریع میبره سراغ یه موضوع دیگه. و اگر خدایی نکرده بخواید توی بحث با این آدم ازش انتقادی بکنید، خیلی سریع متوجه یک عصبانیت و یک ناراحتی خیلی شدید از طرف این آدم میشید. نکته چهارمی که در مورد این آدم ها وجود داره اینه که این آدم ها احساس همدلی نسبت به شما ندارن. یعنی اگر شما ساعت ها بشینید و در مورد اتفاقاتی که براتون افتاده باشون صحبت کنید، ارزش و احترامی در برابر اون آدم ها ندارید و اون آدم ها انگار اصلا حرفای شما رو نشنیدن یا نهایتا یک سری جملات از قبل آماده شده به شما میگن نسبت به اتفاقی که براتون افتاده. و موضوع پنجمی که در مورد این آدم ها وجود داره، یک غرور و خود بزرگبینی بسیار زیادی در این آدم ها وجود داره. یعنی در این آدم ها شما از نوع لباس پوشیدن تا نوع حرف زدن تا نوع راه رفتن میتونید متوجه این غرور کاذب تو این آدم ها بشید. این غرور کاذب باعث یه ویژگی دیگه هم تو این آدم ها میشه. باعث این میشه که افراد و آدم‌های دور و بر خودشون رو یک ابزار بدونن برای رسیدن به خواسته های خودشون. یعنی خیلی از اوقات آدم‌های خودشیفته سعی میکنن از شما استفاده کنن تا به اون چیزی که میخوان برسن و اصلا شما رو تو این قضیه مهم نمیدونن و صرفاً موفقیت و رسیدن خودشون به اون موضوع مهمه و اصلا برایشون ارزشی نداره که شما چه کاری در حقشون تو این مسیر انجام دادید. تا اینجا دید کلی نسبت به آدم‌های خودشیفته پیدا کرد. اما ما چطوری باید در برخورد با آدم‌های خودشیفته رفتار کنیم؟ اولین موضوعی که وجود داره اینه که شما باید درک کنید اون آدم نیاز به تایید و تعریف شما داره. شما باید به صورت کنترل شده و مراقب نسبت به کارهایی که اون آدم میکنه اون آدم رو تایید کنید، از اون آدم تعریف کنید و بهش بفهمونید که کاری که داره میکنه براتون ارزشمند. اما این نباید به صورت افراطی باشه. دومین موضوع اینه که سعی کنید ازش انتقاد کنید، اما نه انتقاد سریع و تند. انتقادهای کوچیک یا انتقادهای خیلی ریز در مورد مسائل کوچیک و اینها رو بعداً وفق بدید به موضوعات بزرگتر توی اون آدم. این باعث میشه که کم کم ویژگی انتقاد پذیری توی اون آدم به وجود بیاد. سومین مسئله که در مورد این آدم ها وجود داره و شما باید در برخورد باشون رعایت کنید اینه که باید مرزگذاری مشخصی با این آدم ها داشته باشید. یعنی براشون مشخص کنید که چه چیزی شما رو آزار میده و چه چیزی شما رو اذیت میکنه. اگر این آدم ها ندونن چی شما رو اذیت میکنه، هر کاری که دلشون بخواد میکنن. پس اگر در برخورد با این آدم ها یک اتفاقی دیدید و یک رفتاری دیدید که شما رو آزار داد، شما رو اذیت کرد، خیلی سریع و منطقی باید بهش بگید که این رفتار تو من آزار میده، این موضوع در برابر تو به من آسیب میزنه. پس یا باید این کار رو انجام ندی یا اگر که انجام دادی من مجبور میشم یک فاصله ای رو بین خودم و تو قرار بدم. این میشه مسئله بعدی. اگر شما چیزی رو از این آدم ها خواستید و انجام ندادن در برابر این مسئله که یک چیزی داره به شما آسیب میزنه، شما باید فاصله خودتون رو با این آدم ها حفظ کنید. اگر شما
صرفاً به خاطر هر کار اشتباهی که اون آدم خودشیفته میکنه سکوت کنید و اون آدم رو ببخشید، روز به روز این رفتارها بیشتر میشه و روز به روز این واکنش‌های شما هم نسبت به اون موضوع بیشتر میشه و این میشه یک ریزش احساسی خیلی بزرگ که فروید توی یکی از کتاب‌هاش بهش اشاره میکنه. شما از یک آدم بارها و بارها ناراحت میشید، هیچی نمیگید، اما سر یه اتفاق انقدر عصبانیت شما زیاده، انقدر خشم شما نسبت به اون آدم زیاده که کنترل همه چیز رو از دست میدید. و در برخورد با آدم‌های خودشیفته یه چیزی رو باید بدونید. اگر شما کاملا خودتون رو در اختیار این آدم‌ها قرار بدید، بعد از یه مدت متوجه میشید که تمام تمرکز و انرژی شما داره برای اون آدم به هدر میره و شما دیگه هیچ تمرکز و انرژی برای خودتون ندارید. این ویژگی خیلی بزرگ آدم‌های خودشیفته است. تمام انرژی و تمام زمان شما رو میگیرن بدون اینکه ذره‌ای براشون مهم باشه که شما در برابر اون آدم‌ها دارید چه کاری انجام میدید. پس یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، شما باید تمرکز کردن روی خودتون رو یاد بگیرید. اینکه چطوری در برخورد با آدم‌های خودشیفته بتونید روی خودتون تمرکز کنید. بتونید احساساتتون رو مدیریت کنید و مرزگذاری مشخصی با این آدم‌ها داشته باشید. فاصله مناسبی با این آدم‌ها داشته باشید. و اگر میتونید تغییرشون بدید، این آدم‌ها رو تغییر بدید. اما اگر نمیتونید این آدم‌ها رو تغییر بدید و میبینید که دارن آسیب به شما میزنن، برای بار سوم میگم خیلی خیلی مهمه که فاصلتون رو با این آدم‌ها حفظ کنید. و نکته آخر، یادت باشه تغییر آدم‌های خودشیفته از دست تو خارج، مگر در یک زمانی که اون آدم به شدت برای تو مهم باشه و تو زمان زیادی رو برای از بین بردن این ویژگیش بذاری. اما تو کنترل زمان و احساسات خودت دست خودته. پس احساسات و زمانت رو صرف آدم‌هایی نکن که تو براشون بی‌ارزشی و احساسات خودت رو صرف آدم‌هایی نکن که یه روزی احساسات تو رو به بدترین شکل ممکن خراب کنن. امیدوارم که صحبتام در مورد خودشیفتگی تونسته باشه بهتون کمک کنه و اگر آدمی رو دارید در زندگیتون که این ویژگی رو داره، در ابتدا بتونید کمکش کنید که این ویژگی رو از خودش بیرون کنه و اگر نتونستید فاصلتون رو با این آدم حفظ کنید و فاصله درستی نسبت بهش داشته باشید. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.